عباس چطوری؟ سه شما یار هستی بخیر سلامتی؟ شکر فضل خدا. عباس ها همون گیلک صدا کن چه خیلیته؟ کار دارم هستی بزنیم چره؟ بفرمایید بگو خب شما چی کار داری؟ بس اینو نه گله کنی هم باجیمه کار چیزی داری با ما بگو که ما برای نبگم. سکو عباس همون روزی که میرفتم همه کجیر نمزدار کنم خب گیلک بیامد به در سرامو خب بیامد برات گل خسرونی گویا گل خسرونی امانت بدیم به دست ما چی؟ گل خسرونی بدادم به دست نال مدر مقال کردن گفتم برو زودی بس اینو بس بخوله تو که نشنی صبح چی خوردی؟ چه نشه باشم خراس میگم دروغ نمیگم بیار که به اشتباهی نمانی به دست را نه بم دست سر گیلک نمودم سر گیلک نونیه گله بیام به دست را شما گل خسرونی استون پول داد به تو نه گفته امانت گفته امانت؟ حالا ما بیامدم یا پولا گلر بدیم یا گلر امروز ما یک دونه از اینجا گیلک بدادم گفتم برو گلا مقبول خسرونی از شهر بست و بیار او گل از سرا شما نبوده اون مثل که به دیگه جا برده بیامد به در سرام از سرام ما ایستم ما دروغ کنه میگم خوب برو سکو گل بخونی برو گلر وردار بیاره ما که به گیلک پول دادم خب ما چه کار کنم پول داری پول دادی بسید یعنی راست بگی شما ها دیگه دروغ کنه میگم یا کار تو رفت تو سوالی برو بفهمی به ساینا کسی نیست نمازدگر اگه شد یک چرخی بی به دست ساینا برو حالی نمازدگر برو این دفعه اگه گل ندادن خون نمازدگر میام مدرن چده خود سرخ میکنم یه به زور از اینا میسه خیلی مدر خوب شده خوب سر خونه کنه برو میاره گل شما چه که تو کار خوبیه خوب حاله بیا یک خاله چه خاله با سلام نمیگه با سلام که بودی بدار بس فکر میرم کار دارم میگم خاله همون هفته گیلک گل خسرونی در کجا برده بود من چون خاله من خبر ندارم خودی مگاره بود یار خاله خوب همین یک کارا خراب نمیکنه می گیلک همون هفته من 1000 پول به دست دادم که برو گل بستا شد گل خسرونی انا شما آمد همین اینجا 5 دقیقه نمیشه در سر شما را میگه چرا گیلک گل نمیاره که امانت برده بود من خبر ندارم خاله مگاره خودت گفتم که نمیفهمم اشته شما نمیفهمین گل بیار شما نفهمیدین یعنی نمیفهمین شما نه خاله من خبر ندارم بگم مگاره حتی جیش پرسان کنی افیاری من چی خبر دارم خالی مرتکب رد گل خامده بود و خیلی باش ما میرم مسترز اینو خودونو گفت خاله بگو برو یک دو سه حرکت باجه بله باجه بخی بیش یک دقیقه بخی حال خوبی تو بیا بیو بله باجه میگم اما دیشه هم اینجا بودی باجه باجه پیار تو کجاه؟ پیار میں کجا پیار میں چند تا پیار داری؟ یکی کجاه پیار تو میگم کجا پیار میں پیار میں وہ نیا سر کنجتا سر کنجتاه؟ چه خیمه اینجا گذاشتی کنجتا به کجا خیمه به کجا؟ و اخی اونو خیلی داری؟ چرا خیریت باجه بیا نگم تو کار دارم خب چه خیمه اینجا گذاشتی؟ خب کجا میزده اون جگا طرح زمینی نمناکه این جگا با خشکه بلجم گردن اول ایشه تا صبح خوابیده خیره اما تو نمیدی به 2 ساعت دیگه خواب بیدار نمیشد میگم ما به سرا شما آمده بودم کار داشتیم بفهمیدیم شما آمد بیان به در سرا گفته که گیلک او هفته برات گل خسرونی آمد به در سرا ما برای بدادم گفتم گیلک گل بیاری تا حالک نورده گفته همو گل چکار شد نیشته بود آخه ما پیار تو یک دونه از یک پول دادم که برای گل بستانه چی رقم که دوباره بگو باجی خوربه گردم شامت بیامد به در سرا شما گفته که گیلک یعنی یک هفته میشه بیامد برات گل خسرونی بغاز به در سرا ما گفتم خوب گفت بری بو گفتم که گیلک اول گفتم گل ندارم خور زد کرده بود که یک گلی به ما بدین گل خسرونی باشه گفتم گل بری بدادم اگه گل گفتم مستی خوبر دو اگه نمستی پولکای بیاری به در سرا ما
گفتگان یک هفته شده پول آوردی هم گل آورده گفتی اشتنه بگو با جو توی پر به من نرو ونیا پیار سر کنجیتای قلبل میکنه برو خودی گپ ده این مسئله ها بریو بگو باز من امروز روز یک دونه از یک کسی خوبی کردم گفتم برو گل خصوصی مقبول از شهر بست و بیاد بفته در سراغ قصد کرده یعنی تو 1000 بده به دست پیار که پیار ما بره گل خوشبینی بستنه ها من کسی خو یک دونه از یک بیرو کردم بدادم بریو باشه برو خود گپ میزنم تو خوب نگاه کن تو من عجیب پیار جالبی دارم مر به پیش می باجی مر به پیش می باجی مر به یک سیره بقلی که مر به پیش می چه در قیافه می گرفتم پیشه که پیار ما برفته چکار کرده گل خوشدونی به غرد از همسایه بستنده عجری رم با باجی می استنده هنوزه سر فیلم پیار ما شروع کرده بگه دهی به در سرها ای خدا خراقابت ما رو بخیر کنه ببینی که دنباله از این چه کار میشه ای پیار ما چیز سگلا به امیده وای 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 مردم هم پیار دارم ما پیار داریم عباس اینجا چیکار میکنم باشیم چپس بخورم که خیلی گوشنیه می چپس با نخورتش من آها جوهر باشه عباس خان چنشی خاله جان خوی خیرات و شنی خیری جانجره بشی شکر فضل خدا اول خوبه الحمدلله به 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 چی گفته؟ شاعر گفته بارش میباره میفهمی چی میگه آه چی میگه شاعر چی میگه؟ چی میگه چی میگه؟ خب تو گفتی میفهمم خب میفهم چی میگه؟ باران از زمینا تر میشه آه غم نخور یارم هوا بیتر میشه آها دانای باران ببار آرومتر به گل زلف یارم پرپر میشه راست میگی لک دلم در آرزویت میزنه پر میگم آه. من یک گلی دارم چی مثلا یعنی واقعا کار خوبی نیه این کار شما خب انال ایتونه برار سکو بچه بازی خود بگذم انال اجور از ما خود ما کم فکری مانه از چی؟ سیلیار تا تیار کردیم لط کردیم و جمع کردیم اینا جوشت افتادیم کنجت هم جگه پرتیو بومن دیگه مجبوریم تا بارشان من کنجت نمیگم از چی میگی؟ گپ من دیگه جایه از چیه؟ میگم همون هفته گل خصوصی کجی از کجا بردین؟ چه ریپکم نوست شد چیزی بگم 900 شد چه ریپکم نوست آه هر دوتا کی؟ هر دوتا نه بابا یکی دیگه کانه دم شد همه گل فروش همه که گفتن ای دختر گل فروش گل هرزون نفروش من خودم باغ گلم قدر گل را میدونم تو بیا با من بجوش گل هرزون نفروش میگم دور از همسایه به قرض استودم که گفتم پولات رو البغیر با هفته دیگه میارم یعنی پول دادی به همسایه چه پکم نو سالا به پیش کس لاف بزن گیلک که نفهم بفهمیدی من میفهمم زنده باشیم بفهم همون هفته من یک دونه از این کسی خبری کردم مقبول بدادم به تو که برو گل خسرونی بستو تو از این که به کسی خوندختی هیچی بفته از سرا گل امانت استوندی به سر مادر کجیر دارم کجی چی نم داره تو عباس به سر مادر کجیر دارم که سر مادر کجیر به یک من شلغم نمیدم اگه ما استونده باشم که نیه دیندار تو باشم باجی بچیمه بچی باجیمه باجی بچیمه میگم حال ده گبزه آخیشتره که تو پیل دادی اما به دست را بوده بودک شامت کی به دست را شامت به دست را برای چی؟ ما بیاندم سر شما کار داشتم که یک شامت بیان گفته که گیلک او هفته گل آورده اما گل نورد گفت مگه گل نمی پولای به پولای رم نورد فیشتنه
یعنی ما براتون گل امولت استون من تعجب کردم در سرا تو سعی که تو من یک ساعت بزنی میگم برات گل اومده اشتباه شاید اومده باشه تو مرده که خب برات گل اومده او شاید گلا چیزه بگه گلا طبیعی در اصول زندگی تو نشه گیلک تو که میکنی من نمیفهمم یعنی کارا خوبیت ندار نیم این کارا رو بکو های باجی بچی من چی؟ و من دیگه میگفتی پول ندارم امی از ایت و کسی خو میندازم میره از همسر پول گل امانت میستونم این کارو ما به زندگی نمیکنم بخی بیا که بریم دست رو شما بخی بریم بخی بگی که پرخواه نکنم بخی بیا بریم گیلک اگر گفت که ما پول نداده همون در اون ساعت از این بعد رقمش از تو میستونم خوبه بریم بیا یه سه که معلوم کنم پشته تو گله پول گردی بیا باش کجا میری؟ دم که دم همسایه خود من نقطه به تک چیز خرمن بانجونا چی؟ امی پل بانجونا باش بیلا توبه خدایا توبه کردم خدایا یار گیلک که واقعا 420 بودی اول کل وقت بانجون نیه یومی که من اینجا نمیبینم کوکی که وای او پالتونیه پالتو زمین تو کمینه توبه بیا دیگه بیا بخور باز دیوانه بخور باز دگر همه گیر بگیز زیر پا خوب بیا سلام علیکم بابا کندل مونده نباشی سلام علیکم سلام خیریات بخیری خیریات شکر زنده باشی خب یار خواستین شکر زنده باشی خب قرار دارم از زایمت بیشتر وقت شما رو نمیگیرم شما هم سرکارن دست شما بنده ماما کنده جان نبی آمادم اگر خواست خدا رفته باشه که می دختر اخبار بدیم به می بچه می حالا بیا آمادم که من خود شما گپ زنم سه کنم که شما چی میگین دختر خوب به می بچه می میدیم یا نه عجب آدم ایلالا میرولو اینجا سه کو پیش 2 ساله و سر خود تو عمدی با خسرونی آخی عجب کارا میکنی گوش کو خب باشه من فکرها خور بکنم مشوره هم بکنم بخونه سعی کنم که باز اینا چی میگم این خو یکی دگم اگر همگی راضی بودم و این چی شد مسئله 120 تا گوسفند دست رو میگیرم خوب گپ زدیم من میفهمم که اینجا گپ زدن نمیشه گپ شما رو من قبول کردم من فقط فکر کنیم ما کنده رمضان کو میشناسین رفیق مانه دمی خوار رمضان ما براتون به خسرونی و می بچه خوب فهمیدیم نداد به بچه من به سر زد شدم گفتم که زندگی بره من بچه خورزان میدم حالا کم شما که 120 تا گوسفند حتی 200 تا که بگیم ما برو چشما خو قبول دار مشکلی نداره فقط شما مسئولیت ها خور بکنیم به من زودی خبر بدین فهمیدین نه این خوب مسئله خلق ما فهمید یعنی گفتم دیگه باشه من مشوره بکنم سعی کنم به خونه اونا چی میگم باز اگر خواست خدا هیچ مشکلی نیست باش من به خدمت شما زنده باشید بیاین که بریم چای بخوریم سلامتی شما زنده باشیم کی به ما بخیر خبر میدیم باز من مشوره خود بکنم باز خبر میدم به شما خوبه بریم خداحافظ بریم خداحافظ شما من میرم مشوره میکنم از چند نفر میپرسم میرم از اون منطقه شما میپرسم که تو اشتا آدمی خود درسته ولی تو به او قله میشینی ما به این قله ما خودتو زندگی نکردم باشه برم پرسان کنم از چند نفر بپرسم باز همون 120 تا گوسفند در است و میستانم دل جمع باش
کجی کجیره او بله بابا میگم بله تو البته شب برای من دوخره به ازم رفته بودی نه چری بابا بچه جان وقتی بیاد اگه روزی به شم شد اگه او کنجتای لامصب و نامه به زمین بمونده نمیبینی با بالا سر تا الان بارش نبری خیلی هم بابا بارش بری رد ادی گپا یله کنی یعنی بابا ما به شما همی گپ بگم همی کاری بیده که شما کردی نه تو کار کردیم تو دید تا چغل گذاشته قلبت بیا یکی در قلبت کنه که کم حال بارش ببره اینا هم خراب میشه مگرم ببین اینا بدی سمانه به پایین پیه وظیفی ما بابا جگر سیوایه وظیفی شما سیوایه شما اشتمر به پیش می باجیره به یک سیره رو بغلی کردی ها آها تو چوب کن بگی یک دقیقه بشی بگی بشی چشو دستی عباس بیام دم خیمه چی میگفت هیچی به من هرچی بود همونایی که لازم بود و نبود عجم همگی موکیل شده بود خودی کله گنده خوامر به من تانه که برغا گو برا راخ بگیرید برا که پیار تو برفته من پول دادو عجیری پیه که پیار تو برا گل خوشدونی بخره آخیرم برفته اثر روش بابا کار خوبه نکردیم نخریم تو سیکو تو بابا گفته قدم قدم وردار تا عاقبت دریا گرده حال که اگه ما و تو شروع کنیم به یل خرجی سکو بچی من تو که آدم شیاری تو مال 100 نفره و مثل من می تا آدم ها بیعقلی ولی میداری میبینی مثل لب دریا توشنه پس اینا رو میداری میاری نمیاری خب خیر بینی میاری که درسته آفرین حاضری از باجی تو مستونم سبا روز با حاضری از خوشو باجی تو مستونم سبا روز با حاضری تو از خوشکا سبا روز با امودر باجی تو مستونم چه کار میشه؟ پیشکش تو آخری به کلاوزی و به چانس و چانس بزی همه پیشکش تو مشکل حل میشه یعنی شما بابا مایم اعمالی که نو فیلم شروع شده شما مایم شروع کنیم به درگده ای دیگه آخر عاقبت ما و ای انوزر ای بردا و ای پیشکش دادن و ای مجلس معوا اینا دیگه چه کار خواه کرده میشه تو چی کردی؟ بابا رد دی گپار یلا کنی سر کلی بازی ما به شلغمی نمیاده خودی کلی گندی خوامالی و مرتکب خیرات آمه خبر نمیکنه او بیامادی جگاه گو مازیرنی پیار تو دادو که رفته با تو گل خسرونی خریده آخیرم پیار تو عددی قورت پورت کرده پا خورده برفته گل خسرونی رهتگه جای سنده کار خوبی نکردیم بابا مردم قدیم میگفتم خدا بیامرزه به ما و بیمه تو وقت 12 ساله بودی یاد نمیدی میگفته سزای بدی نیکیه همون عباس باجی تو به تو نیکی که تو نزبادر که حال با خود کله گنده خوش شد بابا نمزاددار بود کسی خود چه خوشنوچی و نمیستون بدن بمه شما ایتم نگی بریم بابا کل فندقی تو نگو تو که معاشق و مگرم عمل بستانو رو خیبه دیده بیدون خود ندیده بیدون نگه بچی واخی برکان قلبر که من کار میشم واخی برو قلبر که بده من قلبیر میتونم بابا همه تعدل قلبر که دیگه کمی کنجتا میده یا بریزم یعنی هم کاری هم با دروغ بشده اوش که به چاپه این نفسی برو نمیفتون برو در دقیقه من سر خوب بگذارم با من هم کمه دم همی خیمه نمیدم دیشب رستی نترسیدی یه گردن من اگه پیره خیال مامده باشه یا بچه خور بگردم حتی بالا هم با تعدل توشه که تو نمیترسی بابا 100 نفر ما یا بچه میترسه کلی گازی ای از اینا بده آرک چیز کن من همین دیگه خردن که من خیر بودن بیا چیز کن من سلا کن دستی کجیه بچهاش بریم آماده خب بگی قلرتونش بیار نگفته قلرتونش ببر کنیم کاسر کم جز غلام بندازنی گشیلان نمندازنی شقلام ورداری بیاری اگه به خیمه خیر بیدون بیا من صدا کن بفهمیده خوبه بیشتر جای دکدون دم شکه بخوره کم گرم شه امروز اشته خنک شد من
زنده باشین ماما کندل اشتنه سلام دیار بخیر سلامت دیار هست خیلیت چی گپایه گوش کنین که نسوزین چیال اول خوبین بخیر سلامت خوشو میروانه داشتیم بسر چایا دکتون آمدین خوب کیف هم میده راست چی گپایه کجا بودیم از این طرفا ما خیریت باشه ولی همی تا آمدم خبری بگیرم از شما یک مشوره بکنم خودشون مشوره چی مشوره؟ چیزی از شما بپرسم بفرمایید بگین همی نورالله همسایه شما که هست بله همی اشتاق همیه از چی رقم مثلا؟ از حقیقتی بیامدگی با خسرونی دختر می با بچه خو گیپا؟ با بچه خو بیامد بزن چی ما برای او چیزی نگفتم جوابی ندادم بله گفتم باشه که بیام پرسان کنم از شما همی همسایه اونیم او رو میشناسیم اشتا آدم یک بچی و خودی ای و عمل چیزی از نظر اخلاق و ایگه گفته چی رقم از نظر شما ما گرچه بریو چیزی نمید 120 تا گوسفند گفتم بریو راست میگم بزو کار شما که ما کار ندارم که هرچی بزو بگفتیم منتا ایت آدم خوبی هست کم بیشی مثلا عمل نسوار داره نسوار مندازه ما کندل دیگه عیبی کنه داره بفهمیدیم یک عیب خوردی داره که میت کم کلاورداری است ایت اگه پول از ما شما بستونیم انگار بزو ببخشیدیم دیگه به قصی و نیه که مثلا پول آدم بده آی گپی انگه شما بزو گفته بیدین 120 تا گوسفند به من یاد که واقعیت به می خوار ما به خسرونی آمده بود خب باز از ما و معامله ما و از اونا نشدنه باز می بچه خاله دوماد ما به حساب عباس بچه خاله ازی بچه مو گیلک باز نصیب قسمت ازی بود خوار خوبه دادیم بزو دادیم از ما دق شد به معامله دیگه امی ای به کلاوردری داره دیگه ای بی نداره دیگه کلاوردری خوب ما کلاه نداره که بیای کلاه ما رو برداره اختیار خورداره و با ما چی رفتی دیگه ما کندلان ایت کاری هست که شما از ما پرسان کردین که اشتا آدمی اگه آدم نگه خب کار خوبی نیست صبح می خیش شما چه میگه مثلا می عمل داشت تا چه نگفتی دیگه اختیار خود داره ما که از ما گفتن بود دیگه من نمیگم دختر خود بدیم برای بچی و نه میگم ندیم راست دیگه خیر بینیم سلامت باشین کار خدمتی باقی بشینین که چای دکدونی تیار میشه ای به هیچ جا مسر نمیشه ای چای یاری خراس میگن بالا میرم که ما بر برم دخترها رو ببرم به مکتب خوبه خیر باش خیر بینیم بریم خداحافظ زنده باشیم خداحافظ تو و خدا این نورالله اشته 420 بیده برادرها خوی مسلمون به تو 120 تا گوسفند بگفته تو پول 20 تا گوسفند داری 120 تا گوسفند مال نشه تا لگری پولی میشه تو که عبر نداری به دبه بزنی داری که 120 تا گوسفند بدی به چه خود نمزاد دار کنی با مثل که ما سر از این کلا بریم مثلا نمیفهمیم تو که خیش تو میشه بعده یار نورالله شدن آسون نیه برادرها فراد وطن من خونه بدن من آهنگ تو گل که اندر سخن من نه 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 گیلا کجا بخیر شتن جانجوره دیگه پایه چیار هستی جانجوره کجایی؟ تا خوب میگردم کجایی تو چیکار میکنی من وسلا بودم اوه نهمی کجیر پولار با دادن گفتم ببرک کجیر گو ببر به خسور من بیشتر گیلا پولدار شدیم با بیشتر نی اگر در من گوسال است فروخته میگم پولدار شدیم گوسال سرگیر یک گوسال نیست سرگی بود چندی بفروختی گیلا چی؟ گوساله به چندی فروختی 6 بالا 6 تا ولشین که خرجیش در بغیر میبرم البقیه چندی هسته 46 46,000 46 تا ولشین گوسال سرگی بود این رومه 40,000 می ببری به خونه خسر بچی خو نه به خونه خسر بچی خو نمیبرم به خونه خسر خجیر بچی خو میبرم خلاص دیگه همون تو میشه راست دیگه 40,000 به خونه خسر بچی خو کیسی بله هازیری و فنسلی یکیسه اوکی باره
خوبه باشه خوبه خریشی خوبه 6000 رو بدی با دست مادر کجی زدی 6000 به مادر کجی گفتم کجی رو برمی‌داری چه شان غلط که دیگه خیر علامت داریم بریم به تاشک فهمیدی روغن برین لوبی نخود خرتپه تا آشغال بخونه بستانه من میرم به قلم علم دیگه شما دیگه از این بعد خشنار شدیم مجبوریم بستانیم دیگه چرا که یک میمون میاد یک میره دیگه زنم من به شلنگای میمونان میشکنم او چنیه برو توی تو فکر میکنی البته این دیگه هتل هم میمنه برو گیلک برو من روز اول با قیمه بدستم مستقیم داریفیه به طلبت آنجا بالا مستقیم مستقیم داریفیه طلبت طلبت کجا بلاله برم ولی از این بالا شما با 4 تا بخشی دیسه کو باش که کلی خود مستقیم داریفیه طلبت تو این لنگوم رو خطال بالا خرچ وار نشدی با موتورار دست میدی پیاده برو چند راه دیگه شغاله میرم 10 کیلومتر بیشتره خب باشه پیاده برو تا زمینا تا چپ کوچوی ولی برو نه از راه راستا برو شاید تا زمینا بری نه تا چپ کوچو برو از هر راهی میری برو تا زمینا بیتر نیه برو چاکار کردی دیونر کجی دیونه بچی خور گپ زدن خب پنگیلک یعنی تو میگه بچه تو از من هوشیارتره بچه من شاخ سوریه او دیوانیه نه بابا با امال 100 دست عقل کمال بیشتره لیلیلا بچه تو شاق سرتر یا بچه من بچه من بله یا فس بچه تو 4 تا گوسفند چرونده نمیتونه بچه من کلا عقل 4 تا گوسفند میچرونه خود چه عمل نانه خودونه بالا خر سوار کرده میبره ناله به شهر میره که برای اینجا روغن تشیده بخره بخیر اگر زنده بودم برو 3 ساعت گردان یا دستپای رم بشکنونه خوبه امروز روز اول قوقا کدیم با مله امروز روز اول قوقا کدیم با مله پسو بالا میایی کوچه به جلو بله پسو بالا میایی کوچه به جلو بله امروز روز اول قوقا کدیم با مله نوازشو غریبی رو به من کرد الا گل دانه 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 غریبی ها وطن را بی وفا کرد الا گل دانه 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 الا دختر تو را مایم چی میگی الا گل دانه 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 چرا به پیارو مدر خونه میگی الا گل دانه 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 بکو به پیارو مدر خوب گفتم حالا غریبو شما دوست ماما جان به خدا پلار بابا حالا چی خاک سیاه سرخ کنم بگو من چی به دستی میدم چه کار کنم من حالی چی برو با خدا بگو من حالا با من میگم ای فنون به تو مادر و بچه با خدا با من کم بزنم میگم ای فنون به تو چه کار کنم اشتا کنم خدا تو در بدن کنم چه لحظه پوله ببودی با گوشالی سرگیر بفرخت پوله نیسی من اینجوری که بود اشتا کنم من این تاگه برم من دختو بر من هم بستونه از عزیز بر برم من الان ما برم چی بگم به سلام خسر کجی
کجا میرم پول میبری وزیر رمضانک پول میبری 40,000 پول میبری پیشکش با بچه خو ها خدا خرج نمیکنه بابا بکو تو بردشتی فکر کردی که یا بیت سرقیه که نفهمید که من کی هستم به دو پنجه خود سکو که من 40,000 پول از این وستندو ای با من میگه بچه تو سرقیه بابا تو 100 سرقی تاری بیلا سکو یا زریار مگر نورالله خرج کنه نه رمضان هرمون بدل رمضان میگذارن که پولار بیای خرج کنه معلوم کنه میشی نه بابا خدا بدن کلی قصتون بره من برون کال باز یک کمر نبینه به می چهار طرف برو بیدار بابا ما چون یک دوزیله دیده که هیچ چی نداشته باشه چیز باشه ما چون چی رقم چیزی میده اشته کنم چی خواهی همه زنگو کنم مردم اطلاف قریه 40,000 پول گوسالی سرگی فروخته میدم بمانم که پیشکش کجیره بودم گم شده مرتکب من چوب چی به تساری میدن دوست من چوب نفهمیدم که چی بید به تساری هم امنایی که برو سکیلا میگذارم از اینا به خیال میدن کوکی مرتکب کی ببینه چه کنم چی بولان حالا من زلمه چی خوب بکنم زلمه چی میگه ای فنون به تو گیلن 40,000 پولش کرده نمیتونی مالش تا خرج میدی چه کار کنم دوزه کمر تو بش کنم بخوای ما کجا بردیم پیلا اونا پیلا اولی کافه بیدک بود خیلیت جان چی گفته؟ شکر فضل خدا کجا بیدی برو؟ با شما پول آوردم آه پیشه به کجی دوماد ما خوب بدک شکر سلام بسیار مولانی ها میگم 50 پول آوردی ها خیر بینی گلک جان ما هم بیا از روی واقعیت دستمون تنگ بود ماستیم برین سودای چیزی استونه شب زمستونه خیر بینی برو خونه با که حداقل درد میکنیم ما چند بیاردی گلک جان لک ها 40,000 بیت گوسالی سرخی فروختیم اگه چراغ در میهان گل لاله گلک تالی نداره خانه خب خیره گوساله بفروختی گپ بیده با سر باشه کلا بسیاره با پول باشه با گوساله میخری اگر من منجوری لبای زنی باده چی میگی تو گلک یا گریه یا گپ برار سیکو پولار باداد که جیر اومداره که ببرک بده به رمضان بیا آمدم من تا زمینا غله اقل خوبیدی شدم نارسیده و غله شما ببین پشت چیز هم یک بار برات مرتکه از ایمونه که برو سکیل سوالا بشتم به تصر خو میگذرم او سکیل سوال میزد تا؟ کولا سکیل؟ کولا سکیل این یک بار بچون چی بود برای هستی برده بگیری من وحشت خورد من که وحشت خورد برسید مسیر کیسامه یک بار برای پولا را کیسام آوردش دو زمین غیب آوره شد تفنگچه چیزی به دستی بگیر؟ بچه چی بوده که همرنگی ها شتام نتون تفنگچه و همرنگی نمیفهمی؟ نه نگه اون یه جای میده که من امیدم فکر میکردم که ماستم خودی زن بچه خود حفیظی کنم میگفتم میشه بر یک دمه بزنه اجداره کنه بگیر لگ دیگه یک نفر 40,000 دو سالی سرگی بفرختیم 46 الباقی 6 دیو بداله که خرطپت بخرم و در کجیر خودیو انا 40,000 نصیب شما نبوده یعنی 40,000 پیش تو دوست بود دوست بود انا یک کار بکن رمضان جو تو امی 40,000 بزنم بچه من اگه گفتم بیا ورده بگو باز به خیر کشی پیشکش که هم خلاص شد دست آخر که رسیدک همون 40,000 تون مرد بیا بدبختی و مشکلاتی از این بری برخ پیش زنم بچه دوزی میکنم اندازم قلک با 40,000 میارم پلاتون منو پر رشه یعنی 40,000 ما به زن تو بچه تو بگم اونا بیا و پیشکش بداده در حالی که تو اونا رو به دوست دادی باز دست آخر تو قلک اتیار میکنی میدی به ما که
بزرگ نمور یک روز بار میاد. چیکار کنم؟ گیلک جان این معامله نمیشه برادر. این معامله خسرونی، این معامله خیشیه، این معامله رخشندی نیه. کمه به زولا لب چیکار کنم پس؟ ما چیکار کنم؟ 40,000 تو باید بدی من بیخان خوب بگیرم. بیا بریم تو یک کاری بکن 4 تا گوسفند در صحرا ور میدم دست تو ببر گوسفندا خود بفروشه. باز من میگم دوز آماده برده. با تو بگو که راست میگه گیلک گوسفندا دوز برده. خوبه؟ گیلک ایتا کی میشه برادرم؟ همین ما وزاد ما بتا دی کی بگیرفته که بیا به مفتزا شما. نه گوسفندا عادی احترامانه بهم جلو خو ببر بگن بفروش. گوسفندا ما بزنم چی میگم گوسفندا دوز برده. یار من بزی کار تو هیچ سر بدر نکردن گیلک. تو برادرم که تو 40,000 پول به راه نمیتونی آورده. تو حداقل نون دنیا ریش نمیخوری. تو امیر به من بگو. با قاشق. تو چی میشی برادر؟ ببین علی آخون دل چک میکنه با تو الان جفن. ما این گوسفند ما و تو بفهمیم رمزون. نیه کسی بیا بریم 4 تا گوسفند به تو چهریا میدم با خاکی دوری 10,000 در ببر بفروش. نمیشه ما همه مردم میشناسم میفهمه که گوسفندا گیلک بیارده بفروخته ابری سیاد بیزنه به چیمه میره میگه گوسفندا بفروش پولارم دوست بوده تو گوسفندا ببر به خوب بگن بفروش بفهمیدی گوسفندا بفروش 40,000 تو پر نمیشه یعنی دونه چند نمیخرن گوسفندا 10 خوردی فهمی 40,000 میشه فایده خوردی هم از تو فایده می چی من فایده می چی 2,000 با نگاه داشت حداقل دونه 12-13,000 میخریدن که 10,000 به من نمیخرم مرغ مرگی بخری گوسفندا بگیره دیگه نمیخرم بیا می تو کار میکنی خب برن گیلک سکو میرم تو کسی نفهمه بابا گوسفندا تو به جلوی خوب ببرد تو که ببینم نمیگن دوزی با دوغم و نکشه لب یک دم به پیش بچه خود زن خوب بگی من بدار نمیرزون دوغا شما پاک میشم بده جان دوغا شما بیا یعنی میگم راست بال فاش نکنه بیا پاک سرگیشی بچه امی درس دارم آخر خواهید داد بابا ببردیم پیلا بچه خوب بگردم ببردم پیلا رو بدادم بر رمزون خیلی هم تشکری که گفته خدا من شما خیر بده همین پولا رو بیاورده به خاطر از اینکه ما سیمن خرت پرت چیزی بخریم سرزمستونه من گفتم خیره دیگه 40,000 گوسالی سرگیر گفتم فروختیم گفتم خیر گپ بینی اصلا شما 20,000 می آوردین نه بابا حقیقت هیچ یعنی نگفتم که 40,000 که بیاوردین کمه نه دیگه من که به طریقی بگفتم گفته سکو گفته تو بجم لب را که ما بفهم گپ را او که ما بگفتم از اقتصاد ما از پریشونی ما بفهمید خود ما رو درک کرد میفهمه که شرایط ولد اون وقتی نیه که آدم 1 لک و 1.5 لک ببره همین 40,000 منو به زیاد کردم گفتم ماما دین اومد قصاب همه چند روز پیشتر دختر خود نمزاددار کردی بیدن گردن من گفتم به سر فاتح دست 10,000 گذاشتم او گو خیلی اگه خوشحال شد گو دوماد مرد سلام بگی امشب که جمعه سبا شب جمعه حتما دست پر کیسه ها پر ساک پر گلیتا پر همه گو بیای به خونه ما بیای دل جمع باشیم بابا بچه خود بگردم خوبه خلا لکه بدادم دستیو حضری و پرسیده گو اصلا شماره نمی کنم خوب کاری کردیم بابا خیلی بریم بیننده های عزیز سلام علیکم نندر باشیم کچکولای برار شادکولا در کنار یک برادر استادن که گپا مرم میشنوه من پرسان میکنم میفهمین سوژه در رابطه به چیه امروز تهیه کردیم به خاطر از اینکه بعضا برادرها به حق دخترها خود دمادا خود ظلم میکنن مثلا نشته ظلم 10 لک 15 لک ریپه پول میگیرم از داماد خوب به نظر من کار خوبی نیه دختر فروختن کار خوبی نیه شریف نه زنده معرفی اسم خور بگم اسم من لالو برار رسیدمت لالو برار از باشندای قلعه خود خوب برار جوز گپا من که بشنیدیم بازم به شما توضیح میدم بعضا مردم دخترها خود میفروشن گرون میدن پیشکش زیاد میستونن به نظر شما کار خوبی میکنن نه واقعا کار خوبی نیه پیشکش خلستوندن واقعا کار خوبی نیه کمتر بستونن کم رحم کنن بله یا آفرین بزی بچه آفرین به شما واقعا کار خوبی کردین گپ خوبی پیام خوبی به مردم رسوندیم بله یا برای جان شما خود شما متعلم یا خاندار
ما خود متعهلم برارم. خب بله. متعهلیم. برار جان شما چند پیشکش دادیم؟ از من؟ ها به خسرو خود چند پول دادم. ها چیز ناقابل، چیز کم. پیش خسرو من پولا پیشکش می هیچ چی نمی بود. شیرباه بود باشه شاید. شیرباه بود بله یا. میبینیم شیرباه استونم. چنده برو مثلا؟ 9 لک. 9 لک؟ بله یا. 9 لک پیشکش استونم. 9 لک پیشکش دادم. 9 لک. همین پیر خوشته چی من اونجا دا کردم به 8 لک. چه کار برارم من؟ برارم چی بریم. شما که جواب شما پیام میدیم به مردم. خب پیام میدیم به مردم، یعنی میگم خیلی نستونین 10-15 لک نستونین. 9 لک 8 لک از 8 لک هیچی به پی نباشه. درسته بریم برارم. چه شما چند نمزد دار شده؟ هیچی ایر پاک کنیم هیچ اشتباه شد. ایر پاک کنیم بریم برارم بریم هیچی. بریم برارم. بریم حالا من کلا خود بگذارم پیش تو. برو لالا دیگه برو که من فردگیر پیدا کنیم بلکه 2 لک باشه. برو کاکا. 2 لکی به منطقه مانیه. برو کاکا برو. ببینید عزیز. ببخشید برار درسته شما خودتر هستین کم 1 دقیقه بیاین برار من اینجا میشینم بیایم 1 دقیقه بیاین داغ سر شما نبینم. بیاین. بیننده‌های عزیزی همونه که ما رو صدا کردم. برار جان اول زنده معرفی داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. نور احمد برار غلام احمد باشین دای قله کوشکیون میمیزه. خب برار جان سوژی این رو در رابطه به می برادرایی که پیشکش زیاد میستونم دومادا خود 15 لک 12 لک 10 لک میستونم، به نظر شما کار خوبی میکنم یا کار گنده؟ کار گنده میکنم برو، کار اشتباهی میکنم. ببینیم اصلا این پیشکش سوندن بالا ظلم واقع دومادا خودم. مثلا دختر فروشی کنه پیشکش خیلی بگیره، این کار خوبی نمیکنم برارم. می از خسور یاد گیرم. من 1 هفته جلویتر برو نمزدار شدم. خسور گفتن من از تو دوماد پیشکش نمیگیرم، من همون شیرباه میستونم. خب گفتیم خسور شیرباه چندی میستونی؟ گفت 100 تا گوسفند بیاریم بس. 100 تا گوسفند؟ بله. گوسفندا شما حدوداً چند قیمت داره؟ خورد یا کلونه؟ همین تا دونه 7000 8000 10000 میتونه قیمت داره. خب بازم خوبه برو هم 8000 9000 حساب کنیم بازم 9 لک میشه نه؟ آه دیگه برو. تشکر باشه بیننده‌های عزیز نتیجه پیدا نکردیم دیگه. سعی خیر بینیم قربان شما. تشکر از شما. ببخشید برا. بیننده‌های عزیز 1 نفر دیگه هسته. برادر عزیز زنده معرفی داشته باشین کینیم شما. شما اول بگین که شما از کجا بیامدیم، به خاطر چی بیامدیم؟ ما برای سوژی ما در رابطه ما از تلویزیونیم. سوژی ما در رابطه به می برادرایی که پیشکش زیاتی میستونم خیلی ظلم میکنن به حق دومادا خو. خب من خود معرفی کنم. بله. زامن برار زحمت اول سوالی بی سرنوشت غری عقب مونده پهلوی درخت سوخته. آفرین به به. خب سوژر کو بگرفتین داستانه. دقیقاً. به نظر شما می کسایی که خیلی پیشکش میگیرن 10 لک و 15 لک کار خوبی میکنن؟ نه اشتباه میکنن برار. به حق دوماد بعد ظلم نکنی. اولادمون خونه میشه. صبح آواره و در به در به ملکا غریبی چره بشه. همین رقم خوشی که هم عروسی خور بکنه 4 روز تیر نش یا دختر تو یا خواهر تو همین جگاه یله کنه بره 5-6 سال به ایران باشه. او هم اگه زنده پس بیامد یا نماد. ظلم نکنیم برار جو. میبینی؟ خب شما تا حال پیشکش استوندیم پیشکش دادیم چی رقمه؟ من خودم پیشکش هم بدادم برار پیشکش هم بستندم. از کی پیشکش استونده؟ من همشیری خور 1 هفته پیش نمزددار کردم. به چنده؟ به 10.5 لک. 10.5 شیرباه 10.5 لک گفتم پاک کرده است میستونم 1 ساعت سوزن هم نمیدم. ها دیگه از این که برم 15-16 لک بستونم 3-4 لک مصرف کنم 10.5 لک پاک کرده بخوام استونم. همه جستاشو برو. بیننده‌های عزیزی که پاز اینا همه پوچ 3 نفر. بخشش باشه ما خیلی خیلی ما میگیری برو میای خبرکش گپ مفت میزنی. خیلی بخشش باشه بیننده‌های عزیز دیگه میتونه بعضا مسلمانا فکر نمیکنن که دختر خوبه چی بینوایی کلون میکنم اخیرا میبرم میفروشم. این کارو به نظر من نکنین. اگه گپ گیلک گوش میکشین تا به هفته بعد شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا نگهدار.